اگه گمون میکنی رستم نیرومندترین پهلوان اسطوره‌ای ایرانه، سخت در اشتباهی. امروز میخوام براتون از نیرومندترین پهلوان‌های اسطوره‌ای ایران بگم و شک ندارم شماره 1 همه تصورات تو به هم میریزه. شماره 10 گیو فرزند گودرز، گرد مردی که 7 سال در توران در جستجوی کیخسرو فرزند سیاوش بود و در پایان یک تنه کیخسرو و مادرش فرنگیسو از توران رهانید. شماره 9 گشتاسپ پدر اسفندیار، پهلوانی که اژدها و هیولا کشت و پادشاه شد. شماره 8 آرش کمانگیر، قهرمانی که جانشو در تیر گذاشت و با پرتاب اون ایران زمینو از چنگ دشمن بیرون کشید. شماره 7 گردآفرید بانوی دژ سپید. شماره 6 گرشاسب، پهلوانی از روزگار باستان پیش از رستم. شماره 5 سهراب پسر رستم، جوانی که هنوز به 20 نرسیده پشت همه پهلوان‌های ایران و توران رو به خاک افکند. شماره 4 رستم دستان اسطوره شاهنامه. شماره 3 اسفندیار پهلوان رویینتن. اسفندیار پیروز 7 خان، کشنده سیمرغ و اژدها، در نبرد با رستم در روز نخست پیروز شد و اگه میخواست میتونست رستم رو بکشه، ولی بهش امون داد. بیگمان اگه سیمرغ به داد رستم نمیرسید، رستم در روز دوم کشته میشد. شماره 2 سام پدر زال، سام بسیار نیرومند بود و همه دشمنان رو تنها با یک ضربه میکشت. خب رسیدیم به جایگاه نخست. برای اینکه بدونی بزرگترین پهلوان اسطوره‌ای ایران کیه، باید از جات بلند شی و بری روبروی آینه بایستی. کسی که اونجا میبینی میتونه بزرگترین پهلوان اسطوره‌ای ایران زمین بشه. میتونم هیچ کاری برای سرزمینش نکنه. انتخاب با خودته. نیازی نیست که همه مانند آرش جونشون و فدای ایران کنن، ولی تصور کن همه ما ایرانی ها، چه درون یا بیرون ایران، همه با هم یک صدا در راه سربلندی ایران، جدا از هر باور و آیینی که داریم گام برداریم. شک نکنید که ایران بهترین جا برای زندگی ما ایرانی ها